سلام به شما. امروز میخوایم یه سفر خیلی خیلی عمیق داشته باشیم به گذشته، به میلیون‌ها سال قبل. سلام. بله، قراره ببینیم این جنگل‌هایی که الان توی رودبار میبینیم ریشه‌شون کجاست و چطور به اینجا رسیدن. دقیقاً. یه نگاهی دقیق به تاریخ تکامل گیاهان چوبی، به خصوص توی جنگل‌های هیرکانی خودمون، جنگل‌های باستانی این منطقه. که خب اطلاعاتمونم از کتاب بیشه‌ها و جنگل‌ها نوشته پیتر تاماس و جان پاک هم هست، بخش دوم فصل اولش. درسته. پس آماده اید که با هم ریشه‌های این جنگل‌ها رو کشف کنیم؟ حتما. هدف اصلی اینه که بفهمیم این اکوسیستم‌های پیچیده، مثلا همین جنگل‌های رودبار، چطوری طی این همه سال شکل گرفتن. که فقط یه سری درخت کنار هم نیستن، درسته؟ اصلاً این یه تاریخ زنده است که جلوی چشم ماست. خب این تاریخ از کجا شروع میشه؟ یعنی اولین جرقه‌های شکلگیری درخت و جنگل کی زده شد؟ ببینید، باید برگردیم خیلی عقب. حدود 420 میلیون سال پیش، دوران سیلوریان، اون موقع اولین گیاهای ساده آوندی پیدا شدن رو خشکی. ولی هنوز خبری از چوب و درخت نبود؟ نه، دقیقاً. ساختارهای اولیه چوبی و گیاهان تقریباً درختی مال دوران بعدیان، یعنی دوونیان، حدود 390 میلیون سال پیش. آها. اما اون جنگل‌های واقعی وسیع با اون سرخس‌های درختی غول‌پیکر، اونا مال دوران کربونیفر هستن، یعنی حدود 300 میلیون سال پیش. همون دورانی که زغالسنگ‌ها ازش به جا مونده؟ دقیقاً. بیشتر زغالسنگ‌های امروزی یادگار همون جنگل‌های باستانی کربونیفره. خب اینا خیلی قدیمی هن. درختایی که ما امروز میشناسیم مثل بلوط و راش، اونا کی اومدن؟ اون تحول بزرگتر تو دوره‌های بعدی اتفاق افتاد، جوراسیک و به خصوص کرتاسه، یعنی بین 200 تا حدود 65 میلیون سال پیش. با ظهور گیاهان گلدار؟ بله، با اومدن گیاهان گلدار، یعنی نهاندانگان که گل و میوه میدن، یهو تنوع درخت‌ها منفجر شد. اجداد همین درخت‌های امروزی مثل راش، بلوط، افرا، اینا اون موقع پدیدار شدن و جنگل‌های یه شکل و شمایل آشناتری گرفتن. خیلی خوب. پس این خط زمانی طولانی رو داریم. حالا این همه تاریخ چطوری میرسه به جنگل‌های هیرکانی ما و به خصوص رودبار؟ چی اینها رو خاص میکنه؟ اینجاست که داستان واقعاً شگفت‌انگیز میشه. ببینید، جنگل‌های هیرکانی اینا یه جورایی بازمانده‌های دوران سوم زمین‌شناسی هن. یعنی قدمتشون برمیگرده به حدود 25 تا 50 میلیون سال پیش. یعنی خیلی قبل از آخرین عصرهای یخبندان؟ دقیقاً. برخلاف بیشتر جنگل‌های اروپا یا آمریکای شمالی که توی یخبندان‌ها از بین رفتن و بعداً دوباره شکل گرفتن، هیرکانی مثل یه پناهگاه عمل کرده. چطوری؟ به خاطر موقعیت جغرافیاییشون کنار دریای خزر. این باعث شد از سرمای شدید یخبندان‌ها در امان بمونن. حالا رودبار کجاست؟ جنوبی ترین بخش این جنگل‌ها تو گیلان. آها، یعنی یه جور منطقه امن بوده. دقیقاً. با اون کوه‌ها و اقلیم خاصش تبدیل شده به یه پناهگاه، یه گنجینه زنده برای گونه‌هایی که قدمت خیلی خیلی زیادی دارن. پس واقعا وقتی توی جنگل‌های رودبار قدم میزنیم، انگار داریم توی یه موزه زنده تکامل راه میریم. چه نشانه‌هایی از این قدمت رو میشه دید؟ کاملاً درسته. شما با گونه‌هایی روبرو میشید که به معنی واقعی کلمه فسیل زنده هستند. فسیل زنده؟ مثل چی؟ مثلا درختای راش شرقی، فگوس اورینتالیس، با اون تنه‌های قطور و عمرهای چند صد ساله. یا درخت سرخدار، تاکسوس باکاتا، که یکی از قدیمی‌ترین سوزنی برگ‌های دنیاست و خیلی خیلی آروم رشد می‌کنه. شمشاد هیرکانی هم هست، درسته؟ بله، بوکسوس هارکانا که متاسفانه الان شدیداً در خطره. و البته ستاره این مجموعه به نظر من انجیلیه، پاراتیا پرسیکا. انجیلی؟ چرا اون خاص‌تره؟ چون تنها بازمانده از یه جنس گیاهی کاملاً منقرض شده در بقیه دنیاست. یعنی فقط و فقط همینجا تو جنگل‌های هیرکانی پیداش می‌کنید. یه چیز کاملاً بومی و منحصر به فرد. میتونید یکم ملموس‌ترش کنید؟ مثلا فرض کنید ما الان تو جنگل‌های شاه شیدان رودباریم. چی می‌بینیم که این تاریخ رو نشون بده؟ حتماً تصور کنید کنار یه درخت راش غول‌پیکر ایستادید.
قطرش شاید 1 متر، عمرش 200 سال، زیر سایش. زیر سایش شاید یه درخت سرخدار باشه؟ بله، یه سرخدار که شاید 100 سال طول کشیده تا فقط 2-3 متر قد بکشه. زیر پاتون رو نگاه کنید، اون شبکه پیچیده قارچ‌ها که با ریشه ها همزیستی دارن، اونا هم بخشی از همین تاریخ تکامل مشترک میلیون سالن. و انجیلی؟ و بعد چشمتون میفته به درختی با پوست خیلی خاص، لکه لکه و برگ‌هایی که پاییز آتیش میگیرن انگار. این همون انجیلیه. میراثی که هیچ جای دیگه دنیا نظیر نداره. لمس کردن پوستش مثل لمس کردن خود تاریخه. واقعا شگفت انگیزه. این همه تنوع قدمت چطور تونسته توی رودبار حفظ بشه؟ راز بقای این گونه‌های کهن چیه؟ فقط کوهستان‌ها یا اون برخورد اقلیمی که گفتید؟ ترکیبی از عوامل، ولی کلید اصلی همون موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ویژشه. رودبار دقیقاً سر مرزه. مرز بین چی و چی؟ مرز بین اقلیم خشک و نیمه خشک داخلی ایران از یه طرف و اقلیم خیلی مرطوب خزری از طرف دیگه. این برخورد باعث میشه شیب رطوبت و دما تو فاصله‌های خیلی کم تغییرات شدیدی بکنه. و این چی ایجاد میکنه؟ ایجاد میکنه خرداقلیم‌ها یا میکروکلایمت‌های خیلی متنوع، مثل یه جور موزاییک زیستگاهی میمونه. همین باعث شده گونه‌های قدیمی با نیازهای مختلف بتونن توی این پناهگاه‌های کوچیک کنار هم زنده بمونن. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، جنگل‌های رودبار فقط یه منظره زیبا نیستن. خیلی فراتر از اونن. اینا کپسول‌های زمان هستن. هر درخت، هر بوته، هر قرچ یه شاهد زنده است. شاهدی بر میلیون‌ها سال تکامل، بقا در برابر تغییرات بزرگ اقلیمی. و سازگاری با شرایط خیلی خاص این منطقه. و این ما رو به یه سوال مهم میرسونه، نه؟ دقیقاً. سوال اینه که این جنگل‌ها که از پس تغییرات اقلیمی عظیم گذشته، مثل یخبندان‌ها بر اومدن، چه درسایی در مورد تاب‌آوری و سازگاری به ما میدن؟ و حالا با تغییرات اقلیمی خیلی سریع امروز و فشارهای انسانی، این بازمانده‌های باستانی چه سرنوشتی خواهند داشت؟ چه چالش‌های جدیدی پیش روشونه؟ اینها سوالاتیه که فکر میکنم ارزش داره شما هم بهش فکر کنید. این میراث واقعا نیاز به توجه و حفاظت داره.